ببینید در مورد بیمارانی که با حملات گذرای مغزی مراجعه میکنن، مثلا برای چند دقیقه صحبتشون، کلامشون قطع میشه، نمیتونن صحبت کنن، یا مثلا چشم برای مدتی بیناییش رو از دست میده برمیگرده، گوش برای مدتی شنواییش رو از دست میده برمیگرده، یا حملات اختلال حرکتی موقتی دارن و برمیگرده که بهش میگن ترانزایت ایسکمیک اتک. اگر درمان خوبی صورت نگیره این میتواند باعث سکته کامل بشه. تو اینجور افراد چند کار باید انجام بدیم، به خصوص قلب میتونه منشأ این مشکلات باشه. یکی اینکه اکو قلبی انجام بشه، نگاه بکنیم آیا لخته قلبی وجود داره یا نداره. گاهی اوقات نیاز هست که بیماران اکوی مری بشن یا اکوی کانترست بشن، ببینیم سوراخی داخل قلب وجود داره که باعث حرکت لخته بشه. و یه نکته خیلی مهم هم آریتمی ها به خصوص AF هست، یعنی این افراد ممکنه دچار حملات گذرای AF بشن. این بیماران نیازمند انجام هولتر ریتم هم هستن. بعد از اینکه به هر حال درمان که در ابتدا شروع میشه، معمولا داروهای رقیق کننده به بیماران میدیم، اما اگر لخته وجود داشته باشه، مثلا تو اکوکاردیوگرافی لخته دیده بشه، طبیعتا درمان های ضد لخته انجام میشه. اگر AF داشته باشن، اون هم درمان ضد لخته و درمان AF شون انجام خواهد شد. اگر اینکه سوراخی داخل قلب وجود داشته باشه هم نیازمند این هست، اگر چندین بار حمله ترانزایت ایسکمیک اتک انجام بشه و مریض PFO داشته باشه، نیازمند بستن اون سوراخ در قلب هستن. ممنونم.